شما دو دستی از ادا کرد. اما بریم سراغ استاد بعدی، یکی از قاریان تراز قرآن کریم در جهان اسلام، صاحب سبک و خیلی از قاریان ممتاز کشورهای مختلف افتخار تقلید کردن از سبک و سیاق این استاد عزیزمون رو دارن. شما بگید یا من بگم؟ اینجا استاد حاج حامد آقای شاکر نژاد در جلوه اربعینی رفته. سلام میگم حالا که اسم محفل اومد سلامات هم باید چی باشه؟ تعصب دارن حاج حامد آقا رو سلامات رو محفل میگم. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اما بریم سراغ گل سرسبد کریم در جهان اسلام، صاحب سبک و خیلی از قاریان ممتاز کشورهای مختلف افتخار تقلید کردن از سبک و سیاق این استاد عزیزمون رو دارن. شما بگید یا من بگم؟ اینجا استاد حاج حامد آقای شاکر نژاد در جلوه اربعینی رفته. سلام میگم حالا که اسم محفل اومد سلامات هم باید چی باشه؟ تعصب دارن حاج حامد آقا رو سلامات رو محفل میگم. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اما بریم سراغ گل سرسبد بسم الله الرحمن الرحیم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله الله
جميل. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. يا سلام. السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله. سبحان الله عما يشركون. يا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. يا سلام. المهيمن. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر.
بله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ماشاءالله ماشاءالله عجب تلاوت حال خوب کنی، چه عشق بازی با قرآن کردیم و چقدر اتفاق ویژه بود. امید جان خیلی ممنونم ازت. آقا ترکون غیر از اینه؟ امید جان امید تیم واقعا امید تیم ما اشرف امید بود. هر چقدر لذت بردید صلوات جانانه واسش خط کنید. نکته استاد حسن این سرماخوردگی که گفتم ولی احساس می‌کنم صدای یک ملاحت یک لطافت ویژه تری. ما الان سرماخوردگی میگیریم تا ذات‌الریه نگیریم خفه نشیم گلمون نمی‌کنه. ماشاءالله اصلا الان منظور چی بود؟ خیلی ویژه خیلی مریض باشه نه استاد حسن خیلی استفاده کردیم. مریضی زیاد داره همین بس مریضی صحبت نمی‌کنه خدا شفا بده. اینا فکر کنم برای اربعین دیگه چیزی نگید. یا اربعین نمیشه. بعدم جواب. تو اینستاگرام خودم جواب. آره دیگه منتظر باش. آره میدون کرده نرفت. آقا بخواید بگذاریم ها. خدا رحم کنه. بریم سراغ حاج آقا منبر قرآنی. خیلی مردم منتظرن شنیدنی این منبر قرآنی و الان صابرین وأطيعوا الله ورسوله الله الله وأطيعوا الله ورسوله وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم خدا و رسول جمع بشید اطاعت بکنید. اگر نکنید قد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم
ببین عزیز من، اذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. این آیه رو دوباره میتونن تکرار کنید. آیه شاکیلی شامپیت داستان واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. استاد ابو باسم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته به واسطه این نعمت ولایت که ما شدیم برادر، تو این مسیر هستیم به واسطه نعمت ولایت. و یعنی همدیگه رو زیرا و همدیگه رو زده بودیم. ببینید جمعیت میلیونی 30 میلیون زائر داره تو این مسیر حرکت میکنه. لهم الجنه یقاتلون فی سبیله یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة والانجیل والقرآن و من اوفی بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به ذلک هو الفوز العظیم. فوز عظیم اینه، میخونم براتون. فوز عظیم این نیست که من در راه خدا فقط پیاده روی کنم. آقا دمتون گرم، پیاده روی مهمه، ولی من این آیات رو نشنیدی که میگن که هر موقع یاد امام حسین شد بگو یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. ای کاش ما با شما بودیم و به این فوز عظیم، به این پیروزی عظیم ما میرسیدیم. فقط راه رفتن پیروزی عظیم نیست عزیز من. جنگ با کفار، یقاتلون فی سبیل الله و یقتلون و یقتلون، یعنی اینکه یا بجنگی پیروز میشی یا بجنگی کشته میشی. این اون چیزی که فوز عظیمه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. این روایت تمام میکنم عرض الله در آیه دیدی گفتن فوز عظیم. فوز عظیم اینه که کسی همه سرمایه‌شو بیاره وسط. پیاده روی خوبه. اونایی که همکاری میکنن با هم دیگه انسجام دارن، اونا میتونن همه سرمایه خودشونو بیارن وسط. سائر کرب و بلا حق شفاعت دارد، حدث در کوی تو دریاست. ابا عبدالله خیلی ممنون و متشکرم آقا سید عزیز، خدا شما رو واسه ما حفظ میکنه. اما اینقدر این جمع پرشور حاج حامد آقا خوشگل که تشویق میکنه، جلسه هم پر حرارت، اولش اطلاعات خیلی خوش
خوشگل شنید رو حق مطلب رو ادا کردید. تا اینجای محفل بذارید یه طرف، از یه بعدش طرف. خیلی ویژه است و خیلی جذاب قرار دیدنی و شنیدنی تقدیم حضور شما بشه. این جلوه اربعینی محفل ما مطلعات کسی نفر اول مساعد رحمت‌العلی که رشد و تکاملش در سایه سال حضرت عالم آل محمد آقا جانمون امام رضا جانمون، استاد حاجی آقای اسفیدانی نازنین اینجا هستن. یکی از اون تلاوت خوشگلاش رو کنار گذاشته واسه شما که بخونیم و لذت ببریم و اساتید هم انشاءالله مثل آره دیگه مسکل ختام، حسن ختام این تلاوته باشه. بعدش هم یه اتفاق ویژه داریم الان نمیگم، بذارید بعدش بشنویم. خوشحال آقا در خدمت. بذار اینو بگم پس چون میدونم شب جمعه است. دعای کمین قبله که در این جلوه از محفل اربعین انشاءالله برگزار بشه. حاج حسن آقای شالبافان عزیز نازنین یا بخونم برامون لذت ببرید. حاج حسن آقا دیان و ذکر یا حسین رو بر دل و جانمون جاری میکنه. این دعای کمینه از اوناست که فکر کنم بر هممون بمونه انشاءالله. خوشحالی آقا در خدمت. بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و احترام دارم خدمت اساتید بزرگوار و عزیز و همچنین خدمت یکایی که بزرگواران و عزیزان که حاضر در مجلس هستن و بینندگان محترم عزیز شما کیسته انشاءالله در خدمتش هستم و شبکه قرآن که واقعا سنگ تمام گذاشتن. آیت سوره واحده شعرا انشاءالله تلاوت هم کرد و صلواتی بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم يا الله. الذي خلقني فهو يهدين. والذي هو يطعمني ويسقين. الله. وإذا مرضت فهو يشفين. الله. والذي يميتني ثم يحيين. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما شاء الله. أحسنت. نسمع. رب هب لي حكما. الله. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. الله أكبر. ما شاء الله. بسم الله الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهدين. الله 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 الله. نعم 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 نعم. الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني. الله الله. نعم 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 نعم. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما. الله واجعل لي لسان صدق في الآخرين. الله. واجعلني من ورثة جنة النعيم. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. واغفر لأبي الله الله. ايه واغفر لأبي واغفر لأبي إنه كان من الضالين.
ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مادری گفت بنیم همه را بخشیدی یه جمله شدم مصدقشم عزیزانم اساتیدم